بفرمایید والده. 1 ماه بعد از ازدواجمون رفتیم تهران. پدر در تهران یه اتاق اجاره کرده بود از منزل شما یادتون هست چه سالی ازدواج آقای کردید؟ الوندی. ما 1332 اون سال که فلسفی سال فلسفی صدا میکرد 34 بود. صدا میکرد هم حضرت القدس رو خراب کردن. حضرت القدس رو خراب کردن. اون سال 34 خیلی اتفاقات افتاد. مصدق رو بیرون کردن. سال 32 پس 1332. بله 1332 خب همون سال که مصدق رفت و اونم آدم ها همه اینا به وقتی هم شدن تو خیابون ها را بله. افتادن. خب بعد در چیزی شد تهران ساکن شدید در همون خیابونی که حضرت القدس بود اونجا. در مقابل حضرت القدس و اون روز که حضرت القدس رو خراب میکردن من اونجا جلو لب خیابون وایساده بودم تماشا میکردم. احبا بودن یه مقدار، منم بودم. و بعد از اینکه ما وارد تهران شدیم پهلو منزلمون همون طرف حضرت القدس، اونجا بهترین جای تهران بود و ما اونجا تو اتاق آقای الوندی ساکن بودیم. بعد به ما گفتن که برو تو مدرسه. 2 مدرسه اونجا بود، مدرسه ابتدایی بود. یه خانم الوندی و پدر هر دوشون گفتن که برو توی مدرسه و بگو من اومدم میخوام معلم باشه. منم رفتم تو مدرسه و بعد از سلام علیک و اینا گفتم که من از اصفهان اومدم میخوام اینجا معلم بشم. اونجا معلم بودم. شما دانشسرای مقدماتی بله برای تعلیم و تربیت معلم درس خونده بودید تربیت شما؟ معلم بودم. بعد و وقتی که رفتم تهران که بهشون گفتم من میخوام معلم بشم، اینا فوری مثل که آماده داشتم. گفتم خیلی بیا برو سر کلاس. فوری اصلا من باورم نمیشد که به یه آسونی به یه زودی آدم بتونه کارش انجام بده. خلاصه فوری کلاس برای من آماده کردن، کلاس 6 ابتدایی رو. بعد کلاس 6 یه خود مشکل بود، ریاضیاتش و اینا. گفتم که 5 رو به من بدید. 5 دادم. بعد من تو کلاس 5 داشتم کار میکردم و بچه هارم آماده میکردیم برای تصدیق 6 ابتدایی برن جای دیگه امتحان بدن. باید میرفتن امتحان میداد. بعد دیگه یکی کارا پیش میمد. هر کاری پیش میمد ما انجام میدادیم و خوب بود. خیلی روزگار خوبی بود. هیچ مشکلی ما نداشتیم. خب کی گذارتون به جنوب شهر افتاد؟ بله؟ جنوب شهر کی رفتید درس بدید؟ بعد از یه مدتی که من اونجا توی این مدرسه کار کردم، تقریبا 1-2 ماه بعدش یه نامه از وزیر کشور، وزیر فرهنگ اومد که نوشته بود تمام اشخاصی که برای اولین بار در تهران میان کار کنن
1 سال اول رو باید در جنوب شهر کار کنی و اینا به من گفتن که تو باید بری جنوب شهر، برای که نامه اومده که اشخاص که اول اومدن باید برن جنوب شهر. گفتم خیلی خوب، من میرم جنوب شهر. رفتم جنوب شهر. باز تو مدرسه گفتم من معلمم، اومدم اینجا کار کنم. گفتم بفرم. آماده، هیچ ناراحتی نبود. بعد یه خانومی هم بود اونجا، بهایی بود، ولی خب هیچی نمیگفت. اما شوهرش از معانیا بود که در موقع که حضرت ولی امرالله فرموده بودن احبا نرن به امریکا، ایشون اومده بود به امریکا و این خانم ازش متارکه کرده بود. خانم بهایی که تو مدرسه بود از شوهرش جدا شده بود چون او اومده بود امریکا. بعد ما با هم اونجا دوست بودیم و صحبت میکردیم و اینا. شما اسم مدرسه رو یادتون هست چی بود؟ مدرسه نوبهار. نوبهار در جنوب. بله. و اون مدرسه اولی اسمش چی بود؟ مدرسه اولی ایران دخت بود. ایران دخت. بعد و یه خانم یگانه الانم هست، مثل که در تهران. خانم یگانه همسایه ما بود و با ما آشنا بود و خوب بود. بعد یه روزی اینا اومدن گفتن که باید بری جنوب شهر. من رفتم جنوب شهر. وقتی که اونجا مشغول کار شدم، در کلاس 4 رفتم، معلم کلاس 4 شدم. عده کلاس 40-50 نفر بود. شما این مدرسه رو از کجا پیدا کردید؟ اونا پیشنهاد دادن که برید مدرسه؟ بله، گفتن از فلان. طرف فرهنگ. بله. اسم مدرسه رو اونا گفتن یا شما خودت رفتی پیدا کردی؟ دیگه یادم نیست چجوری بود. نه، اونا گفتن، من که آشنا نبودم به اونجا. اونا منو راهنمایی کردن، گفتن باید برید. من وقتی رفتم اونجا، اینا یک کلاس 4 معلم نداشت. گفتن برو سر کلاس 4. من رفتم سر کلاس 4. بعد تعداد شاگردا 40-50 نفر بود و شاگرداش هم بزرگ بودن، یعنی تنبل بودن، مونده بودن، بزرگ شده بودن. تو کلاس 4 باید 10 ساله باشه، ولی مثلا 14 ساله هم بود. بعد از یه چند روزی گفتن که یک شاگردای 2 تا شاگرد هستن، اینا تو کلاس 3 و با معلمشون در افتادن، دعواشون شده. حالا معلم بیرونشون کرده. چون بیرونشون کرده، از من گفتن خواهش میکنیم شما قبولشون کنید بیان سر کلاس شما. گفتم خب اینا اومدن نشستن. بعد کم کم گفتیم معرفی کنید خودتونو که شما کی هستید، کجا بودید. اینا یکی یکی معرفی کردن. 3 نفر از شاگردا دخترای رمزون یخی بودن. رمزون یخی یکی از لاتای ایران بود که بهش اهمیت میدادن، میترسیدن مردم ازش. خلاصه این دختران ناسازگار بودن. تو کلاس من که اومدن، من که جدید بودم و کاری باشون نداشتم، اینا آروم بودن، کاری نداشتن. بعد دیگه خورده سال تموم شد و سال دیگه اومد. اینا رفتن کلاس بالاتر و رفتن تو کلاس دیگه. بعدن تو کلاس دیگه که رفتن، شاگردای جدید باشون محبت میکردن دیگه، ازشون حساب میبردن. این دخترها ناسازگار که بودن، مردم
میشناختنشون و باشون محبت میکردن. خلاصه اینا هم دخترات رمضان یخی بودن و بعد یه روزی ظهر که میخواستیم بریم مدرسه، نصف روزه بود، ظهر که میخواستیم بریم خونمون، وقتی رفتیم تو راهرو مدرسه که رفتیم دیدیم که یکی از معلمای کلاس ششم رفته بود در خونه، در مدرسه که بره خونه شد، لب جوب اونجا یه لجن ریخته بودن رو سرش. این بیچاره برگشت اومد تو مدرسه و ناراحت بود و لباساش پر شده بود، سرش و برش همه جا. بعد دیگه مدیر مدرسه مثل که لباس اضافه داشتن چی داشت، خلاصه لباساش عوض کردن و سرش هم شستن و مواظبش شدن و از مدرسه بیرونش کردن که بره خونه‌شون، راهنماییش کردن که بره خونه‌شون. بعد اینم وقت برای چی لجن رو ریختن؟ برای که دخترای این لاتا که تو میدون اعدام بودن، دختراشون تنبل بودن، نفوذ شده بود. حالا اینا لجن میریختن سر معلمش که تقصیر معلمه که دخترها نفوذ شده. مدرسه میدان اعدام بود؟ بله. شما چجوری از منزل میرفتید میدان اعدام؟ من اول که میرفتم، بعد از 2-3 ماه باردار بودم سر بزرگمه، بعد استفراغ میکردم. وقتی که میرفتم مدرسه، گاهی اوقات، نه همیشه ولی بعضی وقتا، اتوبوس که مینشستم نزدیک خونمون ایستگاه اتوبوس بود، من مینشستم اتوبوس میرفت تا میدون اعدام. این اتوبوس مستقیم میرفت میدون اعدام. بعد بعضی وقتا که حالم به هم میخورد میرفتم اتوبوس مینشستم تا نصف راه اتوبوس میرفت، بعد سر یه ایستگاه به ایستگاه وامیستاد. سر یه ایستگاهی که وامیستاد من دیگه حالم بد میشد، پیاده میشدم و میرفتم سر یه جوب مینشستم، لب یه جوب تو خیابون استفراغ میکردم. بعد از اینکه استفراغم تموم شد، بعد پا میشدم دوباره تو صف اتوبوس میرفتم وامیستادم تا اتوبوس بعدی بیاد. اتوبوس بعدی که میمد سوار میشدم میرفتم میدون اعدام. اینم رفتن و برگشتنم همینجور. در مدرسه ایستگاه اتوبوس بود، سوار میشدیم، صاف میرفت اونجا. منزلمون تخت جمشید بود، آدرسمون تخت جمشید بود و بهترین نقطه تهران بود. خلاصه اینا شرح حال مدرسه و معلم و شاگرد و همه چیز. اون وقت این دخترای رمضان یخی که این لجن رو ریختن سر اون معلم، هیچ کارشون نکردن؟ هیچ طور نشد؟ نه، خب با پدر مادراشون یا خود دخترها نکردن، فکر میکنم پدر مادرها کردن و کسی نمیتونست بهشون حرف بزن. باشون مدیر مدرسه رفت باشون صحبت کرد، گفت آخه ما باید با هم زندگی کنیم، ما مال همین محلیم، با ما بچه های دیگه هم هستن، باید با هم زندگی کنیم، مهربون باشیم. نصیحتشون کرد یا خورده اینا. خلاصه اینا دیگه گذشتمون شد. وقت شما بعضی وقتا دیر میرسیدید به مدرسه؟ بعضی وقتا دیر میرسیدم به مدرسه برای که هی پیاده میشدم و اینا. و این کلاس ساعت اول بیشتر بی معلم بود، برای که من که نمیرسیدم، نمیتونستم فوری برسم و کس دیگه هم نبود. بعد یه روزی یه بازرس اومد تو مدرسه، بازرسه همه جا رو سرکشی میکرد. من رفتم به بازرسه گفتم که گفتن کسی
خوب کار نکنه بیرونش میکنن. من رفتم بهش گفتم آقا من هر روز دیر میام مدرسه. خونمون راه هم دوره و 2 تا اتوبوس باید بشینم، حالم هم خوب نیست، من هر روز دیر میام، 1 ساعت اول و من نمیتونم برسم. گفت تو هر وقت دلت میخواد بیا، تو بیا هر وقت دلت میخواد بیا. خب احتیاج به معلم پرکار داشتن و بله. جوان. شما جوان که بودید خیلی پرکار بودید. آره. الانش هم پرکاری. همیشه پرکار بودید. در هر صورت بعد از 1 سال تونستید منتقل بشید؟ بعد از 1 سال، بله، بعد از 1 سال که بچه‌مون متولد شد و ما دیگه یه خونمون رو عوض کردیم و یه اتاق 2 اتاق گرفتیم دیگه. با آقای منوچهری و خانومش آشنا شدیم و پدر که آشنا بود برم آشنا شدم، با هم رفت آمد داشتیم و نزدیک خونه خانم منوچهری یه منزل یه سروانی بود ارتشی، اون منتقل شده بود به بندر عباس و خونه‌ش رو داده بود کرایه. خانم منوچهری اینو برای ما پیدا کرد، گفت شما بیاید اینجا بشینید. ما رفتیم خونه اون سروانه نشستیم تا 1 سال. بعد از 1 سال خانم منوچهری خودش طبقه پایین خونه‌شون رو خالی کرد و گفت شما بیاید خونه ما بشینید. ما رفتیم خونه خانم منوچهری نشستیم دیگه. شما یادتون هست که حقوق اون اول که استخدام شدین چقدر حقوق میگرفتی؟ بله. چقدر؟ حقوق اولمون $150 در 150 تومن در ماه؟ در ماه. آها. بله. و پدرم 450 پدرم درس میداد؟ بله. کجا درس؟ اونم 450 تومن در ماه. در کجا پدر درس میداد؟ کجا درس میداد؟ تو دبستانا خط می نوشتم، خط درشت می نوشته رو تخته، اونام می نوشت. معلم خط. و کرایه خونه چقدر میدادید؟ کرایه خونه 60 تومن. بله. خب پس پول داشت، تو دستتون پول بود؟ بله وضعمون خوب بود، وضع بدی نداشتیم. یه وقتیشم خانوم زندای رمضون علی مریض شده بود. بعد اینا چقدر آدم بی ملاحظه، ما تازه ازدواج کرده و تنها 2 نفری یه خونه رو کرایه کرده بودیم. وقتی یه اتاق داشتیم زندای مریض شده بود، امین‌الله اومد زندای رو آورد خونه ما و گذاشتش تو خونه ما و رفت. اینم تب میکرد و مریض بود و خلاصه. اما ما خونمون از اینجا تا لب جاده یه کمی مثلا 100 متر 200 متر فاصله با بیمارستان بهایا بود. میثاقیه؟ بله. میثاقیه. با بیمارستان میثاقیه یه 100 متر 150 متر فاصله داشتیم از اینجا تا اونجا. میبردیمش زندای رو میبردیم دکتر. یه دکتری بود اسمش دکتر راستی بود، بهایی بود و یزدی بود و از اون یزدی ها که زندان بودن یه مدتی. یه آقا هم زندان بوده، حالا از زندان در اومده بود تو بیمارستان بهایا کار میکرد. بعد پروفسور حکیم رئیس بیمارستان بود. بعضی دکترای نجف آبادی بودن از فامیل یزدانی و اینا، دکترای بیمارستان بودن. خیلی احبا اونجا همه کار میکردن. خلاصه روزگاری بود. بعد این دندای رو ما بردیم یه ماه بردیم دکتر رو برور تا بهتر شد و وقتی که بهتر شد اومدن بردنش. منزلش کجا بود؟ منزل
زندایی. منزل بابا سلمان بودن آه، دیگه. اون موقع هم هنوز بابا سلمان بودن. بله خب اون وقت شما بزرگمهر بچه اولتون به دنیا آمد بله سال 32 33 و بعدش کجا؟ در منزل یا بیمارستان میساقیه؟ تو منزل، ولی دکتر ماما یه خانوم بهایی که سرتیفیکیت داشت و اجازه داشت، او با ما بود. من هفته یه دفعه میرفتم ملاقاتش. اسم اون خانم یادت هست شما؟ بله خانم روحانی بود، خانم روحانی نجف آبادی هم بود. بله. خب این مدرسه بعد از اون مدرسه جنوب شما به کدوم مدرسه منتقل شدید؟ من دیگه از اونجا فقط یه سال تو اون مدرسه کار کردم. بعد از یه سال دوباره رفتم مدرسه های نزدیک خونمون، همون محل خوبی که بود. گفتم من میخوام از اونجا بیام، دیگه نمیخوام برم اونجا. گفتم خب بیا بستم که بسیار دیگه. عالی. و بعد از کی شما در کمیته ها و جلسات و لجنات بله. تهران وارد شدید؟ بله ما وقتی که رفتیم تهران، آقای فروتن منشی محفل تهران بود و میمد کلاس داشت تو حضرت القدس. کلاس برای مادرای جوان گذاشته بود که تازه میخوان بچه دار بشن، یادشون میداد که چجور بچه داری کنی و تربیت بچه ها رو. یه کتابی هم نوشته بود برای تربیت بچه ها. خلاصه ما این هم کتابشو خریدیم خوندیم و هم کلاسشو میرفتیم. آقای فروتن تحصیلاتش رو در همین رشته مسیح که خرد بله کرده در بود. تربیت بود. در مسکو خونده بود. در مسکو خونده بود. بله و در اون وقت بود که در رادیو همیشون همچی برنامه‌ای بله. داشت؟ نه بله آقای فروتن برنامه داشت، ولی اون سال که فلسفی برنامه داشت، بهروز کوچیک بود، تازه به دنیا آمده بود و فلسفی هر روز ظهر به ظهر عربده میکشید و خب پس شما رفتید کلاس آقای فروتن، ولی از کی شروع کردید عضو لجنات و از همون سال سال ورود؟ همه عضو کم داشتن، میگفتن بیاید عضو بشید، ما میرفتیم عضو میشدیم. عضو چه لجنه؟ بعد من توی یه لجنه گذاشته بودن، اونم لجنه تعلیم تربیت بود. گذاشته بودن پدر آقای رفعتی، یه پیرمرد کوچولو بود، پیر، او عضو لجنه ما بود. هم لجنه بودید؟ ما هم لجنه بودیم با هم. خب و پس لجنه تعلیم و تربیت. بله بسیار خوب. لجنه های مختلف، لجنه تبلیغ هم یه دفعه بودیم. از اعضاشون کسی دیگه یادتون هست؟ کیا بودن اعضای این لجنات باشون؟ نه همه یادم نیست. پدرم عضو لجنه های دیگه بود؟ بله او با ما نبود، او عضو لجنه های دیگه بود. بسیار. اون وقت شما تیمسار و وحید خانم و اینها رو هم ملاقات کردید در تهران؟ بله. دیدید؟ بله ملاقات کردن. جمعه ها پدر میگفت بیا بریم قلپک، جمعه ها میرفتیم قلپک. بله منزل اونا، البته اونا هم اول زندگیشون خونه نداشتن، خونه دکتر طبیبی نشسته بوده. بعد ما میرفتیم اونجا، یه 2-3 ساعت اونجا پهلوشون بودیم و دوباره میمدیم. چه بچه داشتیم چه هنوز بچه نداشتیم. عجب. میرفتیم و میمدیم. بسیار. بعدها هم آقای خادم و خاله جان قدسی و خوش شد. اینا اومدن. مرسی شما پذیرایی کنید.
آره خلاصه. آقای خادم و خاله جان قدسی اومدن تهران. بله. از کجا؟ آقای خادم سهیل تو ایرانگاز کار میکرد، تو شرکت ایرانگاز و توی شرکت دیگه که مال ثابت پاسار بود و سهیل عضوش بود. پدر مادرش هم اومده بودن با اون. نه، مقصود اینه که آقای خادم و خاله جان قدسی از کجا اومدن تهران؟ کجا بودن قبل؟ اونا خیلی حرکت کردن. اول خرمشهر بودن یه مدتی، بعد از خرمشهر رفتن تهران، بعد از تهران اومدن اصفهان، بعد از اصفهان رفتن نجف آباد تو خونه عزیزجان من، مادر بزرگ من ساکن شدن و اونجا یه 2-3 سالی همونجا تو همون خونه روبروی کتابخونه نجف آباد اونجا ساکن بودن. آقای خادم چی کار میکرد در نجف آباد؟ آقای خادم تو کارخونه برق بود. در نجف آباد برق نداشت. یه کارخونه برق آورده بودن که فقط 2-3 ساعت در روز برق میداد. آقای خادم میرفت یه کارخونه برق رو روشن میکرد. اینم خیلی صدا میکرد تق 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 تق. یه 2-3 ساعتی یه کارخونه کار میکرد، بعدم خاموش میکرد. دیگه برق نبود. چراغ و اینا هم نداشتیم. چراغ نفتی داشتیم، برقی نداشتیم. شما قبل از که برید تهران در چه مدرسه‌ای تدریس میکردید؟ در نجف آباد؟ قبل از رفتن به تهران در نجف آباد در معلم نجف بودید؟ آباد در چه مدرسه؟ مدرسه پروین بود. پروین. بسیار. و من اونجا معلم بودم. همین خانم صالحی هم بودیشون هم بود. ما با هم معلم بودیم. مدرسه رو بهائی‌ها تأسیس کرده بودن؟ مدرسه نه دولتی بود. دولتی بود. نجف آباد هیچ وقت مدرسه بهایی داشت؟ در زمان من نداشت، در زمان خاله جانو بچه ها داشت. قبل از من داشتم. پس چی شد که دیگه نبود؟ رضا شاه بس برای اینکه تعطیلات 1314 رضا شاه مدرسه های بهایی رو بست. خب شما آقای فیضی رو خاطرتون میاد؟ آقای فیضی رو خاطرم میاد، ولی من در زمان فیضی بچه بودم، به وجور عاقل نبودم که از کلاس های آقای فیضی استفاده کنم. ولی خواهرم و برادرام و اینا خیلی استفاده کردن. همشاگردی ها و هم دوره های شما در نجف آباد کی بودن؟ مثل مهین خانم لطفی و اینا بودن؟ بله، یکی هم یک پروین شهیدی بود، دختر احمد آقا شهیدی، که این آقای روحانی که میاد اینجا، بهمن روحانی، دخترش عروس او پروینه و الان پروین در واشنگتن استیت خونه پسرش داماد همین روحانیه. با آقای روحانی و با پسرش و عروسش اینا در واشنگتن استیت هم. اسمش مهین بود؟ مهین روحانی در نجف آباد درس خوند، نهمو گرفت، بعد برای دیپلمش بعد ازدواج کرد. بعد از ازدواجش برای دیپلم رفت درس خوند تو خونه درس خوند و رفت امتحان داد، دیپلم گرفت. بعد دیگه بچه دار شد و اینا، دیگه نرفت درس خوند. خب شما در منزل وقتی نجف آباد بودید مثل اینکه مرغ و جوجه و حیواناتی داشتید و اینها، یه گاو هم داشتید؟ بله، ما پدرم دکتر بود و دکتر خیلی خوبم بود و مردم خیلی دوستش داشتن. حتی میگفتن ما نسخه میگیریم میذاریم تو تاقچه اتاقمون
خوب میشیم از معجزه این دو نسخه. خلاصه خیلی خیلی دوستش داشتم. بعد چی می‌خواستم بگم؟ در منزلتون در منزلمون پدرم با که دکتر بود ولی یکی زراعت رو خیلی دوست می داشت و یکی حیوانات رو دوست می داشت. 3 خونه پهلو هم خریده بود. اینا رو دراشو باز کرده بود تو هم دیگه. یه خلوت 2 خوابه اینجا داشت. بعد وسطش یه خونه 5-6 خوابه که خودمون می نشستیم. بعد از اون یه 2 خوابه داشت. وقتی این 2 خوابه یکیش مرغا توش بودن و یکیش حیوونا توش بودن. یعنی گاو توش بود و گوسفند. اسب چی؟ اسبم بود. آره خلاصه ایزو. خب ما چیکار میکردید روزا؟ شیر میگرفتید از این بله گاو و گوسفندها؟ هر بله. روز شیر میگرفتید بله و اون گاوتون چطور بود؟ خیلی خوب بود. ها اسم داشت؟ علاوه- گاودون اسم داشت؟ نه اسم نداشت، رسم نبود که اسم بذارم، اسم داره. ولی خیلی او منو دوست داشت، منم اونو دوست داشتم. خب چیکار میکردید؟ چه رنگی بود گاودون؟ قهوه‌ای بود. قهوه‌ای. آره من وقتی که میرفتم گردنشو اینجوری که بود برمیگردون به من و میذاش پهلو من سرشو، بعد منم سرش میگرفتم تو دنم. دوستشون داشتم. آره بعدم گوسفندا هم همه خوب بودن. حالا اینجا گفتم من شیر بلد بودم بدوشم و گوسفندا رو هم میدوشیدم، گاوم میدوشیدم. سوی خانم یه جوری گفت شما حالا گوسفند میدوشیدی، گاو میدوشیدی؟ گفتم من به نظرم بد نمیاد. حالا نمیدونم. خب شما این گاو رو بسته بود میرفتید هر روز بازش میکردید؟ نه بسته بود، ما میرفتیم پروش. توی اتاق بسته بودن. توی اتاق بسته بودن. ولی وقتی شما آزادش نمیکردید بیاد توی باغچه؟ نه یه وقتا این باغچه که نزدیک خونمون داشتیم باغ کوچیکی بود، 2-3 هزار متر بود. سبزی داشت، یعنی چمن تو یانجه کاشته بودن، گرگرو کاشته بودن، گندم و جو میکاشتن، میوه‌جات داشت، آلوچه و آلو و نمیدونم از این چیزا داشت. باغچه. بله خلاصه اینا میوه‌جات که داشت ما میرفتیم سر میزدیم. بعد یه وقتا یه گاوه رو بازش میکردیم، من بازش میکردم، حبسش میگرفتم میبردمش تو باغچه. این چشمش که به این باغچه میافتاد میدوید، میپرید پی پان و بالا و میدوید دوری باغچه، مثل که میخواست ورزش کنه، نه که یه گوشه نشسته بود توی اتاق بسته بودن. این میخواست ورزش کنه. خلاصه میدوید، یه چند دوری دوره باغچه میدوید، بعد دیگه خسته میشد باز. جالب بود. اونم یه زندگی بود برای خودش. جالب بوده. وقت پدر شما آقا جون که در نجف آباد فقط طبابت میکرد یا جای دیگه هم میرفت طبابت کنه؟ در نجف آباد رسم بود از طرف دولت. پدرم رئیس درمانگاه بود و بعد در اطراف این رئیس درمانگاه میتونست نماینده بفرست برن دور دهات آبل کوبی. آبل زیاد بود اون روزا، آبل کوبی میکردن که مردم آبل نگیرن و خیلی ها زیر دستش بودن که میفرستادشون تو دهات برن آبل کوبی بکنن یا چیزای دیگه. بعد در بین قوانین بختیاری چی؟ در بین قوانین بختیاری هم یه مدتی، اما اون یه مدت قبل از چند تا بچه بود. شاید مثلا یه بچه یا 2 بچه داشته بود.
ولی دکتر مخصوص قوانین بختیاری بود. قوانین بختیاری جا به جا می شدن، یه الاق اشراق می کردن. زمستونا می رفتن جای گرمسیر، تابستونا می رفتن جای سردسیر. بعد پدر منم باشون میرفت. وقتی که بچه دار شدن و 2-3 تا بچه پیدا کردن، دیگه مادرم دست تنها نمیتونست این بچه ها رو نگهداری کنه. پدرم مجبور شد دیگه نرفت و پیش قوانین بختیاری. بهشون گفت که من دیگه بچه دارم و نمیتونم بیام. نام خیلی ناراحت شدن ولی دیگه چاره نبود. شما هیچ کدوم از اون قوانین یادتون هست؟ هیچ وقت گاهی میمدن اسمشون سر میزدن به پدرم. یه خانومی بود سال یه بار میمد و میگفت که مادرم میگفت یه وقتی که خواهرمو داشتن، مادرم مریض شده، حسبه کرده، بعد نمیتونستش بچه شیر بده. بعد این بچه رو یه خانوم لور، یکی از همین قوانین بختیاری که لور بودن، اونم بچه همسنه خواهر من داشته و خواهر منو شیر میداده. بعد یه وقتی که بزرگ شده بود، دیگه زن بزرگی شده بود، او خانوم و خواهر منم ازدواج کرده بود و اینا. این خانومه سال یه بار میمد خونه ما و چند روز میمون و میگفت من همشیره دارم. همشیره یعنی با هم شیر خورده. خواهرمو میگفت همشیرمون. خلاصه یه چند روزی میموند، همشیرهشو میدید و پذیرایش میکردن و یه خود پولی هم بهش میدادن میره. این هم گرفت. این هم یه چیز بود. بسیار بسیار. حالا بعدا صحبت میکنیم راجع به وقتی که مادر و پدر شما از نجف آباد رفتن به اصفهان. حالا اونو یه مرتبه دیگه، یه مرحله دیگه. آره اون یه دفعه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون. امروز هم روز جمعه 28 جولای 2023 در چستربروک پنسیلوانیا. خیلی ممنون. با روحا خانم توانگر.